تا حالا شده بیماری داشته باشی، دردی داشته باشی که به خاطرش به هر پزشکی، به هر متخصصی مراجعه کردی یا داروهای زیادی هم بهت دادن اما بهبود پیدا نکرده و صرفا داری با بعضی از قرص‌های ضد درد زندگی تو ادامه میدی؟ بله، امروز میخوام در مورد درد مزمن با شما صحبت کنم. در کتابی که بنده و همکارم دکتر مریم شهاب از جان کاباتسین ترجمه کردیم به مراقبه های ذهن آگاهی برای تسکین درد میپردازیم. کتاب مراقبه ذهن آگاهی برای تسکین درد یکی از جدیدترین کتاب‌های دکتر جان کاباتسین، خالق برنامه MBSR یا برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی هست. کاباتسین نه تنها یک استاد برجسته پزشکی بلکه یکی از متحول کنندگان رویکردهای درمانی در روانشناسی هستش. زمانی که در سال 1979 اومد و برای اولین بار به صورت رسمی و علمی بر روی بیماران درد مزمن و بیمارای دارای استرس کار کرد و در 8 هفته تونست کیفیت زندگی اونها رو ارتقا بده. کمردرد، درد گردن، دردهای میگرنی، فیبرومیالژیا، دردهای نوروپاتی و آرتروز از جمله بیماری‌های مرتبط با درد مزمن هستند. درد مزمنی که حتی پس از رفع علت اولیه‌اش بیش از 3 ماه ادامه پیدا میکنه، عود کننده هستش و سیر مزمنی داره. متاسفانه باید بهتون بگم که این دردها یک علامت صرف نیستن، یک بیماری هستن، یک بیماری مزمنی هستن که از هر 5 نفر 1 نفر رو تحت تاثیر قرار میدن و در حال حاضر در دنیا حدود 20% مبتلا به دردهای مزمن هستند. این دردهای مزمن علاوه بر این که به زندگی شخصی ما آسیب‌هایی وارد میکنن، به عملکرد ما در تحصیل، در شغلمون آسیب میزنن و همچنین ممکنه که به روابطمون آسیب‌های جبران ناپذیری وارد کنن. جالب بهتون بگم ارتباط بالایی بین مبتلا بودن به یک درد مزمن و همچنین اختلالات خلقی، افسردگی و همچنین اضطرابی و مشکلات خواب هست. نکته مهم دیگری که باید بهتون بگم اینه که معمولا این دردهای مزمن درمان 100% و قطعی ندارن و بیمار مجبور میشه که تا آخر عمر با اینها زندگی کنه. پس چه کار باید بکنیم؟ این دردهای مزمنی که هم جسم و روان ما رو داغون میکنن، چه کار براش بکنیم؟ راهش اینه باید یاد بگیریم چگونه با درد مزمن زندگی کنیم و اتفاقاً خوب زندگی کنیم. پس تا اینجا متوجه شدیم این کتاب برای مدیریت و تسکین درد مزمن هستش. اما مراقبه ذهن آگاهی به چه معنا هستش؟ ببینید عزیزان، از همون سال 1979 به بعد تا حوالی 2000 که نقطه عطفی در روان درمانی و روانشناسی بالینی بود، رویکردهای درمانی رفتن سراغ پذیرش. اینکه ما نمیتونیم بعضی چیزها رو واقعا تغییر بدیم، نمیتونیم دردهای مزمن رو کاملا حذف کنیم، نمیتونیم افسردگی عود شونده رو به طور کامل درمان کنیم. پس باید سبک زندگی داشته باشیم تا پذیرا باشیم و در لحظه حال زندگی غنی داشته باشیم. ذهن آگاهی به ما کمک میکنه تا آگاهی غیر قضاوتی از محرک‌های درونی و بیرونی داشته باشیم و همچنین توجه انتخابی ما رو ارتقا میده. اینکه ما چطور در هر لحظه غنی زندگی کنیم. در مورد این نیست که ما از هر لحظه لذت ببریم، نه، همه چی لذت بردنی نیست، ولی ما میتونیم علیرغم همه دردهایی که داریم، علیرغم همه چالش‌های درونی و بیرونی که اتفاقا این روزها هم زیاد هستند، زندگی غنی خودمون رو در هر لحظه داشته باشیم. تمرینات ذهن آگاهی به بیماران درد مزمن کمک میکنه که هر چند بار حواسشون به دردهاشون پرت میشه حین کار یا حین مطالعه، با آگاهی و با شفقت برگردن روی اون پروژه‌ای که دارن روش کار میکنن و خودشون رو سرزنش نکنن. ذهن آگاهی به ما کمک میکنه تا دردهامون رو به رنج تبدیل نکنیم. مشکلاتی توی زندگی داری، دردهایی داری، حتی دردهای روانشناختی داری، اوکی، قبول داریم. اما اینکه روشون تمرکز کنی، چطور باشون برخورد کنی، با مهربانی باشون برخورد میکنی یا هی خودتو سرزنش میکنی، هی دنبال این هستی که اونها رو تغییر بدی و هی میخوای که اونها نباشن، اینها اون درد رو دوچندان میکنه. کاباتسین میگه که انگار تیرهایی به بدن ما خورده، این تیرها خودشون درد دارن، ولی اینکه من اینها رو میگیرم
هی میچرخونم، هی این بر اون بر میکنم، هی تلاش میکنم این تیری که رفته و در نمیاد رو در بیارم، درد و خونریزی بیشتر میشه. ذهن آگاهی به ما کمک میکنه که رنج نکشیم، بلکه صرفا در مرحله درد باقی بمونیم که قابل تحمل هستش. 7 فصل داریم که تا فصل 5 به مبانی کار کردن با درد مزمن پردازیم، اینکه درد مزمن چی هستش و چگونه سبک زندگیمون رو بر اساس مبانی ذهن آگاهی باید تغییر بدیم تا درد مزمن ما رو کمتر اذیت کنه. و در فصل 6 ما متون مراقبه های هدایت شده guided meditations رو داریم که در حقیقت فایل های صوتی هستن برای انجام مدیتیشن ها یا مراقبه های صوتی که به شما کمک میکنن در حین تجربه درد کمتر اذیت بشین و آگاهانه تر و پذیراتر به زندگی نگاه کنید. متون این فایل های صوتی در کتاب قرار داده شده، فایل های ضبط شده هم توی اون لینک هست، میتونید به صورت رایگان دانلود کنید و ازش استفاده بکنید. و در فصل 7 هم به ذهن آگاهی در زندگی روزمره برنامه آموزشی حقیقی میپردازیم و کتاب جمع و جور خوب و بسیار کاربردی هست برای عزیزانی که هر درد مزمن جسمانی روانشناختی رو تجربه میکنن تا به ما کمک کنه کمی آرامتر، پذیراتر و با شفقت بیشتری به زندگی نگاه کنیم. علاوه بر عزیزانی که با درد مزمن دارن دست و پنجه نرم میکنن، برای همکاران عزیزم متخصصان حوزه روانشناسی بالینی و سلامت پیشنهاد میکنم که این کتاب رو تهیه کنن، خودشون در بار نخست در اولین بار انجام بدن تمرینات رو و بعد به مراجعینشون تقدیم کنن تا این کتاب خوب و جمع و جور رو توی خونه تمریناتشو انجام بدن تا به بهبود دردهای مزمنشون کمک بکنن. توی صفحه 14 فصل نخست در بخش قدرت توجه میخونیم که پژوهش‌ها نشان می‌دهند هرچه شدت حس‌های ناراحت کننده بیشتر باشد، راهبردهای آگاه‌تر شدن نسبت به راهبردهای توجه برگردانی تسکین دهنده تر هستند. روی آوردن به درد بسیار موثرتر از روی گردانی از آن است. اگه این کتاب رو مطالعه کردی، پیشنهاد، انتقاد یا هر سخن دیگه‌ای داری، میتونی زیر این ویدیو برام بفرستی، یا اگر هنوز تهیه نکردی و سوالاتی در مورد ذهن آگاهی داری، خوشحال میشم در کامنت ها پاسخگوی شما باشم.